اولویت شاتر روز هفتم از دوره 100 روزه عکاسی. برای دسترسی به این مد در دوربین‌های سونی و نیکون دوربین رو بر روی حالت S و در دوربین‌های کنون بر روی TV قرار میدیم. در این حالت شما سرعت شاتر رو تنظیم میکنیم و بقیه موارد مثل دیافراگم و عدد ایزو رو دوربینه که تنظیم میکنه. البته در مورد عدد ایزو میتونیم از دوربین بخوایم که اون رو خودمون تعیین بکنیم یا حداقل در یک بازه خاص نگهش داره. کاربرد اصلی این حالت زمانیه که در صحنه حرکت داریم و مهمترین عامل برای ما ثبت موشن بلر یا تاری ناشی از حرکته. مثلا فرض بکنیم میخوایم یک جسمی رو فریز بکنیم، خیلی راحت دوربین رو بر روی حالت اولویت شاتر قرار میدیم، سرعت شاتر سریعی رو انتخاب میکنیم و از دوربین میخوایم که بقیه تنظیمات رو انجام بده. یا فرض بکنید میخوایم عکس لانگ اکسپوژری بگیریم، دوربین رو بر روی حالت اولویت شاتر قرار میدیم، از سرعت شاتر کند استفاده میکنیم و بقیه تنظیمات رو میذاریم که دوربین انجام بده. فقط یادتون باشه اگه میخواید عکس لانگ اکسپوژری بگیرید حتما باید از سه‌پایه استفاده بکنید.